تونستم بچسبونم به آخر این چارگاه. بسیار عالی. این یکی از کاراست. یا آهنگایی که خونده بودم مثلا ای خدا رو فقط با گیتار زدم خوندم، یا یک باسانوایی که نزدیک آهنگ آی اش ساختم با گیتار زدم خوندم. هیچ چیز دیگه ای نیست که آهنگو ساختیم. 5 تا 6 تا آلبوم با منوچهر چشم‌آذر کار کردیم، 5 تا 6 تا با محمد مقدم کار کردیم، 2-3 تا با بچه‌های مختلف که من این آلبوم 13میمه اینو درست کردم با خاطراتی که برات تعریف کردم. یک کتابه و این سی دی میره داخل این کتاب. یعنی یک کتاب میشه با سی دی. یک کتاب میشه با سی دی. کتاب خودتون نوشتید؟ بله. چه کار خوبی. تمام این خاطرات 46 ساله داوود بهبودی که این حرفا رو به خاطر این زدم به تو که این نتیجه رو بگیریم. این کتاب با سی دی داره در میاد. بسیار عالی. اینو میخواستم تقدیم پی ام سی ادامه میدادن موسیقی کار میکردن؟ والا حقیقتش خانومم که همیشه پشتیبان من بوده در این کار و استعداد منو خوب فهمید و من فقط میتونستم کار درست انجام بدم، ولی این بیزنس رو بلد نبودم که به کمک مینا تونستم موفق بشم و پول در بیارم. بله. ولی هیچ خانومم همیشه بچه ها رو تشویق کرد که درس بخونن به جای اینکه دنبال کار موسیقی برن. دنبال کار موسیقی برن. یکیشون خیلی استعداد داشت، امیرحسین فلوت و جاز میزنه هنوز، ولی رفت دنبال درس. بله. پیمانم که رفت وکیل شد و اصلا هم استعداد زدن و خوندن نداشت. ولی خب اینجا خوشبختانه تو مدرسه موسیقی به بچه ها یاد میدم. بله. و یه مقداری ویالون یاد گرفتیم. در هر صورت خانومم نذاشت بچه ها برن دنبال موسیقی. داوود بهبودی آدم ماشین بازیه. همیشه ماشین های مختلف میبینم، اتومبیل های مختلف سوار میشی و حتی ماشینی داری که خب اگزوزش هم دستکاری کردی، سر و صدای اساسی هم میکنه و ماشین های مختلف. چند تا ماشین تا حالا عوض کردی؟ والا من نیما جون 3 تا. من یکی گیتار خیلی دوست دارم. یکی ماشین تو خونم اومدی دیدی. بله. گیتار خیلی دارم. 12-13 تا گیتار دارم و گیتارهای خیلی خوب. بله. و یکی هم ماشین که یه دونه ماستنگ کوبرا دارم، اینو دادم درست کردم برام که سر زمینم یه دفعه اومدم دیگه بعدش نیومدم برای اینکه سر صداش خیلی سپورتش کردیم. این ریسینگ کاره اصلا. ماشین مسابقه است. ماشین مسابقه است. 700 هورس پاور داره و 700 تا اسب بخار. بله 700 اسب بخار داره. بله. اینه که و خیلی دوست دارم دیگه. البته سرعت دوست ندارم ولی پاور ماشین رو دوست دارم. قدرت ماشین رو دوست دارم. فقط یه دونه هم پورش دارم کاررافور رو، یه دونه هم مرسدس. گاهی گداری چند تایی عوض کردی ماشین تا حالا؟ همین اولا که خب خیلی. بله اولا که خیلی، ولی آخرش دیگه به اینا رسیدم دیگه استاپ کردم دیگه، بعد ارضا شدم با اینا. بسیار تصادفم کردی. انشالله که اینجوری نیست ولی تصادفم کردی. تصادف تا حالا نکردم. خدا رو شکر. تصادف تا حالا نکردم. چرا؟ والا گفتم سرعت هیچ دوست ندارم اصلا. یعنی رعایت کردین همیشه؟ خیلی رعایت خیلی کردم. متاسفانه این روزا میبینیم مخصوصا جوانترها وقتی که ماشینی که سرعت داره سوار میشن متاسفانه تصادف هم همراهش هست. بله 100%. من اصلا مثلا یه جایی هست اینجا در پامدل. بله. که کسایی که ماشینایی مثلا نمیدونم SL 6.5 AMG داره، سوتکیسش هم هست و کچلوار کروات میاد تو پامدل و حدود 2 مایل یه کلاه هم میگیره، $15 هم میده. 2 مایل رو میتونه هر چی دلش میخواد. یه جاده صافه، اگه میخوای تون بری برو اونجا تون برو، تو خیابون تون نرو. اونجاها بعضی موقع رفتیم یه ذره ماشین سواری کردیم. داوود بهبودی به عنوان یک نوازنده، یک آهنگساز، یک خواننده، یک فردی که بالای 40 سال سابقه و قدمت کار هنری در رشته موسیقی داره، برای اینکه موسیقی حال ما یک تغییری درش ایجاد بشه یا بهتر بشه یا اینکه بیشتر از اون چیزی که هست بین المللی بشه، مثل موسیقی ترکی، مثل موسیقی عربی، مثل موسیقی هندی، چه پیشنهاد، چه نظری داره؟
والا من به حقیقتش در اینجا به هیچ نتیجه‌ای نتونستم برسم در اینجا و در ایران هم الان یک موقعیتیه که اصلا بچه ها اجازه ندارن، یعنی به اون افکاری که مثلا ماها یا پیشکسوت‌تر از منها هستن اینجا، مثلا آقای آندرانیک یا آقای منوچهر چشم‌آذر که واقعا استادهایی هستن اینا، 100%. هیچ پیشنهادی نمیشه کرد مثلا بگیم بچه ها برین دنبال این کار، اونجا که اجازه نمیدن. اینجا هم هیچ قانون و یعنی یک مؤسسه ای نداریم که بتونیم طبق قانون بخوایم جلو بریم. همینی که داره میگذره به نظر من، همینی که داره میگذره فقط با یه مقدار رعایت کردن که خود بچه های جوانایی که میان باید اقدام اگر بکنن. به نظر من خیلی استعداد خیلی دارن، صداهای تازه خیلی داره میاد، صداهای قشنگم داره میاد، تنظیم کننده های جوان خوب داره میاد. فقط به نظر من تنها کاری که باید بکنن یه مقدار آموزش بیشتری این بچه ها لازم دارن. میتونه پیانو پلیر باشه خواننده باشه، میتونه گیتار پلیر باشه خواننده باشه، میتونه یعنی آموزش خوانندگی اقلا بره بگیره، این صداها رو یه ذره پرورش بدن. با این برای بچه های جوون و با این ساندهای خوب به نظر من خیلی خوب دارن پیشرفت میکنن. و لابلای اینا که آدم های ناجور و بد صدا دارن میان، کی جلوی اینا رو میگیره اونو دیگه من موندم نمیدونم چی بگم. ولی در ایران در سابق مؤسسه‌ای وجود داشت که جلوی اینا رو میگرفتن. متاسفانه اینجا نداریم. هر کی هم پول داشته باشه اینجا، یا منظورتون که اینه که کلا اینجا کسی رو نداریم، یا اینکه منظورتون اینه که کلا کسی اینجا مؤسسه‌ای نداریم، اونجا هم نیما جون اصلا اجازه نمیدن که این اتفاقها بیفته. یا خیلی محدوده، یا مثلا ممکنه 5-6 تا خواننده مجوز کاری مثلا داشته باشن، بیشترن، ولی خب تعداد زیاد هستن، نسبت به 70 میلیون مثلا ممکنه 200 نفر اجازه. بله. خب یعنی شما بیشتر فکر میکنین که اون صداهای ناجوری که به نظر شما هست میان، اینا موفق هم میشن؟ موفق نمیشن ولی کارو خراب میکنن، باعث خراب شدن کار میشن. بله. و یه چیز خیلی مهم که الان لابلای صحبت شما من متوجه شدم، خیلی مشکله به مردم بفهمونی که آقا این صداش خوب نیست، اینقدری که شما دارین جیغ و داد میکنین دست میزنین. خیلی سخت فهموندن این مسئله، برای که اون با پروموت کردن خودش و پول خرج کردن خودش، یعنی خرج میکنن، تبلیغات میکنن، خرج میکنن، مردم هم دست میزنن. خیلی کار سختیه. پس یه مقدار اینجا به کمک مردم هم احتیاج داریم. در صورت که اینجا یک خواننده‌ای وقتی بیاد همچین یه ذره درست نخونه، نمیخوام بگم که مردم ما نمیفهمن، ولی فرهنگ حالا هرچی که هست بدونن طرف خوب نمیخونه اصلا سپورتش نمیکنن. ولی تو ما خیلی خواننده هایی هم هستن که واقعا اصلا اینا هیچی بلد نیستن، ولی رو استیج هم هستن، پولم در میارن و برنامه هم میرن، عروسی هم میرن دیگه. اینا رو اصلا موندیم نمیدونیم چیکار کنیم. تنها علاجش در حال حاضر که مؤسسه‌ای وجود نداره مردم باید خودشون بفهمن بابا این آدم صلاحیت این کارو داره، ما میدیم براش، دستم میزنیم، پولم خرج میکنیم، کنسرتاش هم میریم. فهموندن این مسئله خیلی کار سختیه، خیلی کار. حالا برای اون عده‌ای که کاراشون خوبه و کارهای خوب ارائه میدن، جدیدم اومدن، حالا چه داخل کشور ایران هستن چه خارج هستن، درست. اونا رو چه جور میبینین؟
من والا اونا رو باز خیلی بهتر از اینجا میبینم داخل ایران ها. بله. من با چند تاشون رفتم در اروپا، حتی خوندم. در درجه نسبت به خواننده های بالا بخواین حساب کنید درجه 2 و 3 بودن ها. خیلی عالی، خیلی عالی. 2-3 تاشون بودن که در آمستردام بودیم، در آلمان بودیم، اینا اومدن با من خوندن. من نگاه میکردم میدم یه جوونیه حدود 30 ساله، یک خواننده که آهنگای شاد میخونه، از ایران اومده، از ایران اومده بود. این آدمایی که اصلا اومده بودن خیلی خوب میشناختنش و اسمشون رو یادتون نیست؟ باور میکنی یادم نیست، الان اسمش یادم میاد میگم. و دیدم از پشت پرده اینجوری نگاه میکردم میدم خیلی مسلطه و خیلی خوب و صداش هم خوبه. خب این کسایی که شما اذیتتون کرده، خوشتون نیومده، صدای بدشون بوده اذیتتون کرده، جنس صداشون بوده، به قول خودمونیا راحت‌تر فالش خوندناشون بوده، کلامشون بوده، چیشون بوده که داوود بهبودی به مذاقش خوش نیومده؟ اولا یه سری بودن که اصلا این عشق خوانندگی خیلی چیز بدیه. بله، خیلی همه دوست دارن بخونن، همه، مخصوصا ما ایرانی‌ها. اصلا همه دنیا دوست دارن بخونن، مخصوصا ما ایرانی‌ها. بله. و این میکروفون وقتی توی مجلس که میگیره تو دستش میخونه، 10-20 نفری که دست میزنن براش، این فکر میکنه خواننده است. کار خوبم داره، پولم خوب در میاره، میاد یه $1000 $2000 پول تبلیغاتو میده، یه آهنگم ضبط میکنه. وقتی که اینو تو تصویر خودشو نگاه میکنه، تو خیابون راه میره، یه 2 نفر بهش سلام علیک میکنه، اصلا دیگه جلودار این آدم نمیشه. حالا چیش اذیت میکنه؟ نه بلده بخونه، نه کلام میتونه ادا کنه، اصلا هیچی. ولی خب اون پیش خودش حساب میکنه من چمه، من بد میخونم، حتی حاضر دستمزدی هم نگیره و بره توی مجلس بخونه، مفتی هم داره میخونه، بالاخره چند تا آهنگای شما رو منو میچسبونه به هم، یه دونه آهنگ خودش هم میخونه. و اینجاست که میگم خراب میکنه اوضاع رو، این اصلا اون آدم هست. همه چیزش، یکی صداش خوب نیست، یکی کلام نمیتونه ادا کنه، یکی اصلا خیلی چیزا. و حتی به نظر من اون خوباشونم که اومدن دارن میخونن، من به اونا هم پیشنهاد کردم که شما باید بیشتر برین آواز خوندن رو یاد بگیرین، ساز بشناسین. توهین به هیچ کی نیست.